مقامات تاجیک گفتند قیچی کردن صحنه‌های بوس و کنار از فیلم‌های خارجی در تلویزیون‌های دولتی دلیل اخلاقی دارد. در صورتی پیدا شدن بعضی چیزایی که با ایمیج دولت ما خلل میرسونه یا که مثلا قدیم مентالیته مردم ما هست او وظیفه‌دار است. همیشه شما گفته میشد که در هر تلویزیون دولتی افراد مسئول هستند که فیلم‌ها را از لحاظ داشتن صحنه‌های بوس و کنار تفتیش می‌کنند و بعدا نمایش می‌دهند. محمد سعید شاهیان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون گفت چنین دستور خطی نداده است، اما مخالف این کار هم نیست. دستور انسانی است که ما هممون انسان هستیم، برای همین مردم باید برنامه سازیم. دلیر امام علی از سینماگران تاجیک میگوید مخالف اختصار فیلم هاست، چه صحنه های کشتار باشد و چه عشق ورزی. همه ایرا ما در زندگی نمیبینیم و در فیلم باید قیچی کنیم. چرا در فیلم کات میکنه؟ در زندگی باید کات کنیم همه اینا ما. با قول این هنرمند تاجیک نباید اخلاق جامعه بر اساس افکار و تصور یک منصبدار تعیین شود و با این بهانه از حق ایجادکار کم شود. این حق مؤلفی یک ایجادکار است که میخواهد این صحنه را به همین شکل میبیند، به همین طور میبیند. اگر این همه قیچی زدن ها باشد پس ما باید سالو از جامعه دموکراتی نزنیم. دیلاشوب عارفزاده پرودوسر تاجیک میگوید هنگام نمایش فیلم های بدیعی از تلویزیون صحنه های بوس و کنار حذف شوند، اما آن نباید به مضمون فیلم تاثیر رساند. مثلا صحنه هایی هست که در اونجا بوس و کنار نیست، لیکن نوازش با همسر هست که این چیز اون فیلم زنده تر نشان میدهد. مثلا در فیلم های تاجیکی اکثر وقت همین گونه استفاده میبرن، وقتی خواهند یک صحنه محرمانه نشان دهند حتما شوهر با همسر سر جاگه صحبت میکنن، صحبت های الهیه خودشون میکنن، صحبت های که محرمانه خودشون میکنن. این گونه صحنه ها از نگاه من صحنه ای نیست که باید بریده شود. در تلویزیون های دولتی تاجیکستان اختصار صحنه های فیلم رایج است و به اعتراف تماشابینان گاها پوشیدن یا اختصار کردن آنها سوژه فیلم ها را نامفهوم میکند. با فرمت HD گذرانده.